سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: فراغت 37 متخصص از نخستین دوره بخش افتاء و قضای جامعه دینی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در ننگرهار، ارائه خدمات صحی برای بیش از 1,200,000 نفر در 47 مرکز صحی جمعیت هلال‌احمر افغانی توسط کمیته صلیب سرخ و 20 کشته و زخمی در نتیجه تیراندازی در یک مکتب در کانادا. امروز چهارشنبه 22 ماه دلو سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. وزارت تحصیلات عالی میگوید که 37 متخصص از نخستین دوره بخش افتاء و قضای جامعه دینی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در ننگرهار فارغ شدند. مولوی اسدالله فرید رئیس عمومی جامعات دینی و تخصصات این وزارت گفته که وزارت تحصیلات عالی متعهد به افزایش و تقویت برنامه‌های تخصصی دینی در سطح افغانستان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرده که در سال 2025 میلادی بیش از 1,200,000 نفر در 47 مرکز صحی جمعیت هلال‌احمر افغانی که از سوی این کمیته حمایت می شود مراقبت‌های اولیه صحی دریافت کردند. این کمیته گفته که طی سال گذشته بیش از 337,000 دوز واکسن روتین تجویز شده و بیش از 9,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه از برنامه تغذیه هلال‌احمر افغانی بهره مند شدند. وزارت امور شهدا و معلولین دو تفاهمنامه همکاری را با یک مؤسسه و یک بنیاد خیریه به ارزش 7,973,000 افغانی امضا کرد. بر اساس این تفاهمنامه ها برای 4,960 یتیم، بیوه، معلول و عودت کننده در ولایت های کابل، فاریاب، ننگرهار، هلمند و پنجشیر مواد غذایی توزیع خواهد شد. و در اخیر رسانه‌های بین‌المللی به نقل از پلیس کانادا گزارش داده که در پی تیراندازی جمعی در یک مکتب و یک ساختمان مسکونی در ایالت بریتیش کلمبیا این کشور دست کم 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه پلیس کانادا جسد مظنون تیراندازی نیز در محل رویداد پیدا شده و به نظر می‌رسد که با شلیک گلوله خودکشی کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.